گفتیم که چند تا سوال خیلی مهم برای تصمیم گیری در مورد اینکه شرکت از چه ساختار سازمانی برای توسعه محصول جدید بخواد استفاده کنه وجود داره. اولین اونها این بود که کدوم بخش از سازمان باید نقش رهبری رو ایفا کنه. این به دو تا عامل بستگی داره، اینکه این محصول در ارتباط بیشتر با کدوم بخشه و چه بخشی تاکید بیشتری بر توسعه این محصول جدید داره. و سوال دوم اینه چه مقدار حالا یکپارچگی اینتگریشن بین بخش دیگه سازمان وجود داره و هر چقدر محصول پیچیده تر باشه افراد بیشتری رو درگیر توسعه میکنه و این میتونه ساختار رو پیچیده تر کنه. و سوال سوم هم اینه که آیا در شرکت اون سطح بالای همکاری در بخش دیگه وجود داره، اینکه افراد بتونن خیلی راحت در بخش دیگه بتونن انتونن با هم در ارتباط باشن و روی یک پروژه از هم دیگه کمک بگیرن. آیا این ارتباط در شرکت وجود داره یا نه؟ انواع مختلف حالا اون استراکچرهای سازمانی که در